هر کس آرامش فرعون را برهم زند گرفتار خشم جاودانه او خواهد شد. داستان‌هایی از مرگ‌های اسرارآمیز، بیماری‌های عجیب و اتفاقات شوم. کسانی که جرأت کردند پرده از رازهای فرعون بردارند. اما آیا نفرین فرعون حقیقت داره یا فقط یک افسانه ترسناک از اعماق تاریخه؟ در انتهای ویدیو بهتون میگم که این نفرین حقیقت داره یا نه. پس انتهای ویدیو رو از دست. نفرین فرعون یکی از اسرارآمیزترین افسانه‌های مصر باستانه که گفته میشه هر کسی که به آرامگاه فرعون بی‌حرمتی کنه دچار بدشانسی، بیماری یا حتی مرگ خواهد شد. این باور پس از کشف مقبره توت عنخ آمون توسط هاوارد کارتر شدت گرفت، زیرا برخی از افرادی که در این کشف نقش داشتند به طرز مشکوکی درگذشتند. یکی از معروفترین این افراد لرد کارنارون بود که چند ماه پس از ورود به مقبره بر اثر عفونت ناشی از نیش پشه جان خود را از دست داد. این اتفاق باعث شد رسانه‌ها و مردم به این باور برسند که نفرین فرعون حقیقت داره و هر کسی که به مقبره‌های فراعنه دست بزنه گرفتار اون خواهد شد. علاوه بر نفرین فرعون، اهرام مصر همچنان یکی از بزرگترین معماهای تاریخ بشر هستند. با وجود تحقیقات گسترده، هنوز رازهای زیادی درباره نحوه ساخت، هدف اصلی و اتاقهای مخفی آنها وجود داره. در اینجا چند مورد از رازهای کشف نشده اهرام مصر رو بررسی می‌کنیم. روش ساخت دقیق اهرام. باستانشناسان هنوز به طور قطعی نمیدونن که مصریان باستان چگونه تونستن سنگ‌های عظیم رو بدون استفاده از ماشین آلات مدرن جابجا کنن. هدف واقعی اهرام. در حالی که به طور گسترده پذیرفته شده که اهرام به عنوان مقبره فراعنه ساخته شدند، ولی بعضی از محققان معتقدند که این سازه‌ها عملکرد دیگه‌ای هم داشتند. برخی نظریه‌ها میگن که اهرام به عنوان رسانه‌های انرژی کیهانی طراحی شدند و انرژی رو از کیهان مهار و هدایت می‌کنند. اتاق‌های مخفی و گذرگاه‌های ناشناخته. با وجود تحقیقات گسترده، هنوز مناطقی در داخل اهرام وجود داره که ناشناخته باقی موندن. فناوری‌های مدرن مانند رادارهای نفوذی زمینی و تصویربرداری حرارتی نشون داده که حفره‌های ناشناخته‌ای در داخل اهرام وجود دارند. به عنوان مثال، یک فضای خالی در بالای گالری بزرگ هرم جیزه کشف شد که هدف و محتویات اون هنوز مشخص نیست. ظاهر اصلی هرم. برخلاف ظاهر امروزی، اهرام مصر در گذشته با سنگ آهک درخشان و پولیش شده پوشیده شده بودند که باعث می شده زیر نور خورشید بدرخشند. ساختار هرم بزرگ جیزه. این هرم از روی زمین مانند یک هرم 4 وجهی دیده میشه، اما در واقع 8 وجه داره. ماجراجویی در اسرار تاریک مصر باستان به پایان رسید، اما سوال همچنان باقی است. آیا نفرین فرعون واقعیه؟ مرگ‌های اسرارآمیز، اتفاقات عجیب و نشانه‌های ترسناک. شاید همه اینها فقط تصادفی باشد، یا شاید حقیقتی در اعماق تاریخ پنهان شده که هنوز کسی جرأت کشف اون رو نداره. چه افسانه باشه چه واقعیت، نفرین فرعون همچنان یکی از بزرگترین معماهای دنیای باستانه و شاید هیچ وقت پاسخ منطقی اون رو پیدا نکنیم. آیا شما به نفرین فرعون باور دارین؟ نظر خودتون رو در کامنت ها بنویسید.